شنیدی میگن رفیق خوبه قدیمی چیز دیگه است. من هر چی دارم از رفقام دارم. نمونه‌ش همین سید محسن 4-5 سالی هست با هم رفیقیم. از همون شب بارونی که یه سامور خاموش شد داستان رفاقت ما شروع شد. نزدیک بود بابا بزرگم بیاد بالا سرمون فیتیل بیچم کنه. سید محسن تو آشپزخونه یهو پیدا شد و گفت من قلق این سامور رو بلدم. فرداش به بابا بزرگم گفتم آقا سید محسن کمکم کرد من سامور رو روشن کنم. بابا بزرگ گفت آقا سید محسن کیه؟ سید محسن نداریم ما تو مسجد. وقتی تو تیم فوتبال ماجرا رو گفتم بچه‌ها اسمم گذاشتن مرد ابری. گفتن تو آسمونا سیر میکنی. البته بعدن که عکس شهدای جنگ رو مسجد چاپ کرد زد به دیوار مسجد، من دیدم عکس سید محسن و 13 تا رفیقش بین عکساست. ولی من میگم رفیق باید رفیق باشه، فرقی نمیکنه تو رویا باشه یا تو واقعیت. سوی دیار عاشقان، سوی دیار عاشقان، رو به خدا میرویم، رو به خدا. چند وقت پیش با بزرگم میگفت نامه کربلا رو شهدا امضا میکنم. خب منم که خوراکمه 10-15 تا رفیق شهید دارم. نصب کرده بودم برای شفای مادرم برم پابوس آقا. سید محسن گفت حله. صبح که ساکمو بستم رفتم مسجد. با بزرگم گفت کجا؟ گفتم کربلا دیگه. گفت دیگه چی؟ پس مسجد و اموراتش چی میشه؟ کی کمکال من باشه؟ رفتم سراغ سید محسن و رفقاش. دیدم اوه اوضاع اونا از منم بدتره. دیدم از پشت پنجره شبستان مسجد زل زدن به مردم. انگار اونا هم حسرت کربلا رو داشتن. برگشتم به سید محسن گفتم ببین آقا، همه کارهایی که خواستی رو انجام دادم. گفتی جارو کن، جارو کردم. گفتی کف جفت کن، جفت کردم. گفتی کمک حال با بزرگت باش، کمک کردم. الان نمیدونم مشکل چیه آقا، چرا من از کربلا جا موندم؟ سید محسن لبخند زد و گفت نگران نباش، تو هم میری کربلا، یکم صبر داشته باش. تو چی کار داری؟ جونم بابا جون. حسا نباشی بابا جون. افشار رو جوب کن، شالا رو هم تقسیم کن بین اونا که میخوان ایزان. قربونه دست بابا. عصبانی کفشا رو کوبیدم زمین. حالم گرفته بود. دلم کربلا میخواست. مثل مرغ پرکنده شده بودم. شهدا هی قول میدادن نگران نباش، ما حلش میکنیم، میری کربلا. وقت رفتن زائرین مسجد پر شور و حال بود. دیگه ناامید شده بودم. شهدام انگار نمیخواستن کاری برای من بکنن. شایدم نمیتونستن. راه میرفتن و دم گوش مردم پچ پچ میکردن. انگار میخواستن سلام به آقا برسونن. انگار واقعا داشتن میرفتن. آقا من جا موندم. آقا جون قربون اون اسمت بشم. میگن شما دلای شکسته رو میخری. بابا من چرا منو نطلبیدی؟ من میخواستم بیام شفای مادرمو ازت بگیرم. مادرم مریضه. علی اصغر بلند شو، همه چی درست شد. بلند شو بریم دیر میشه. تو حال خودم بودم که یهو چند تا رفیقا اومدم بالا سرم. گفتن علی تو چرا اینجا نشستی؟ گفتم باید کجا باشم؟
گفتم پاشو با بزرگی رضایت بده. گفتم واقعا رضایت داده؟ گفتن آره بابا، چند تا از دوستاش قبول کردن که جای تو باشن. گنده باشی. التماس تو خدا نگهدار. بفرمایید. خدا نگهدارشون باشه. تو راهرو شهدا رو دیدم، همه‌شون وایساده بودن. فهمیدم کار خودشونه. اون موقع که در گوشی با مردم پچ میکردن، داشتن به دلشون مینداختن که وایسن جای من. اینم نظریه ما 14 نفر ها، برسونش دست امام حسین. حاضرشون باشی. یادت نره ما رو. با بزرگم راست میگفت، امضای آخر کربلا رو شهدا باید میدادن. آقا تو اتوبوس که بودم با خودم فکر میکردم چرا شهدا با ما نیومدن کربلا، چرا پلاکاشونو فرستادن، الان اصلا دارن چی کار میکنن؟ اونا براشون کاری نداره رفتن، اونا که نامه همه رو امضا میکنن. یادم اومد سید محسن همیشه میگفت ما کلی جنگیدیم که سنگر حفظ کنیم. مسجد سنگر اول ماست، دمشون گرم موندن سنگر حفظ کنن. یه دفعه احساس کردم صدای سید محسن تو گوشم داره میپیشه. سرم از پنجره اتوبوس که آوردم بیرون دیدم بابا بگو به یاد سربازاش باشه. منم بمونه با آقا اول کس برسون. بهش بگو آقا فدای دستای قلم شده، ولی از سرما به عهدمون وفا کردیم. ما دارو فرستادیم کربلا ولی نتونستیم خودمون کربلا رو ببینیم. برو خدا به یاد ما شهدا باش. ما شهدا داد میزدن سلام ما رو با آقا برسون، سلام ما رو با آقا برسون، سلام ما رو با آقا برسون. اینجا مرکز مقاومت است.